چهره هایی که برای بسیاری از افغان ها ناشناسند، اما شهروندان افغان در ولایت شرقی جلال آباد برای محکوم کردن اعدام اینها راهپیمایی می کنند. شهروندان ایرانی که به تازگی به اتهام عضویت در گروه های ضد انقلاب اسلامی ایران در تهران به دار آویخته شدند. خشم افغان ها از اعدام عده‌ای از هموطنانشان در ایران برمیخیزد که به جرم قاچاق مواد مخدر به چوبه دار رفتند. اما شعار مرگ بر استبداد چه در کابل و چه در تهران شنیده می شود و با گروه های سیاسی مخالف دولت ایران هم همدردی می شود. معترضان در جلال آباد در نزدیکی کنسولگری ایران تجمع کردند. پلیس ملی افغانستان بیش از این اجازه نزدیک شدن اینا را به کنسولگری ایران نمیده. اما تفاوت مهمی که در تظاهرات امروز افغانستان دیده میشه که معترضان با او عده از ایرانیانی که در ایران اعدام شدن هم ابراز همدردی میکنند. ایرانیا کسایی هستند که به خاطر آزادی مملکت خود و یا به خاطر آزادی تمام جهان اینا مبارزه میکردن. اینا کسایی نیستند که یا جواسیس بودن و یا کسایی باشند که در گروپ مافیا باشند. دولت ایران همیشه میخواد کسایی را به حساب اعدام کنه و یا اونا را از بین ببره، کسایی که به ضد دولت آخوندی ایران باشه. البته سرانجام تلاش پلیس افغان نتوانست مانع از نزدیک شدن معترضان به کنسولگری ایران در جلال آباد شود. راهپیمایان با تخم مرغ به کنسولگری ایران هجوم بردند و کاریکاتورها و عکس‌های رهبران این کشور را آتش زدند. به غیر از که اعدام کرد به بدلشان $1200 پول گرفت و به غیر از که دیگه چیزایی که در داخل وجود از بود، چشاش و قلب و کل تمام چیزا از وار بیرون کرده و یک چیز خالی به دست افغانای ما داد. این دفعه پنجم است که به دنبال اعدام عده‌ای از افغان‌ها در ایران در این کشور تظاهرات ضد ایرانی می شود. کابل تایید می کند که حداقل 9 شهروندش در ایران محاکمه شده و ایران هم محاکمه آنها را عادلانه می داند. اما رفته رفته تظاهرات افغان‌ها وسعت بیشتر گرفته و دایره انتقادها هم از مجازات چند شهروند افغان فراتر رفته است. هارون نجفی زاده، BBC جلال آباد.